خیلی‌ها فکر میکنن برای ایجاد افکت‌های خاص چشم نواز باید از نرم افزارهای پیچیده استفاده کنن، ولی فقط با خود پاورپوینت هم میشه برای زمینه‌های اسلایدر، افکت مپ یا همون بلر طراحی کنیم. سلام، خوش اومدید به کانال پاورپوینت با مرزی تک. تو این ویدیو یاد میگیری چطوری اسلایدهای پاورپوینتت رو با کمک افکت بلر جذاب کنی. قدم اول ایجاد اسلاید جدیده که برای این منظور وارد تب هوم میشن، نیو اسلاید، و از اینجا چیدمان بلنک رو انتخاب میکنیم. قدم دوم درج حروف دلخواه داخل اسلایدمونه و اعمال تنظیماتی که مرتبط با حروفمونه. از تب اینزرت تکست باکس رو انتخاب میکنم، با کمک کلیک چپ موس هم داخل اسلایدم درجش میکنم. اون حرفی که مد نظرم هست رو اینجا می نویسم. تکست باکس یا همون کالم متنی رو انتخاب میکنم. با استفاده از گروه فونت و گروه پاراگرافی که داخل تب هوم هست میتونم یه سری تغییرات رو بیام براش اعمال کنم. اول من نوع فونت رو میام آریال بلک انتخاب میکنم و سایزش رو هم 400 میذارم. موقعیتش رو داخل اسلایدم تنظیم میکنم و وسطچین رو هم براش فعال میکنم. خب حالا زوم اوت میکنم که دسترسی بهتری داشته باشم. من 5 تا حرف میخوام ایجاد کنم. الان یه دونش رو ایجاد کردم، پس نیاز به 4 تای دیگه دارم. کادر متن رو به حالت انتخاب در میارم، کنترل دی رو میزنم. خب شیفت رو میگیرم، اینو که کنترل دی زدم و ازش داپلیکیت شده اینجا قرارش میدم و حالا مجدد 3 بار دیگه هم کنترل دی رو میزنم. خب حالا حروفی که مد نظرم هست رو جایگزین این حرف A میکنم. من حرف B میخوام داشته باشم. خب حالا بعد رنگ حروفی که اینجا گذاشتم رو تغییر بدم، انتخابش میکنم. از اینجا این بخش فونت کالر میام رنگش رو تنظیم میکنم، مور کالرز میزنم و کد رنگی که دارم و داخل بخش کاستم وارد میکنم. این کار رو برای بقیه حروفم هم انجام میدم و کدای رنگی مورد نظرم رو داخل بخش کاستم فونت کالرم وارد میکنم. من رنگایی که مد نظرم بوده رو برای حروفم اینجا اومدم اعمال کردم. شما از هر رنگی که دلتون بخواد میتونید استفاده کنید و جایگزین رنگایی کنید که من استفاده کردم. فقط پیشنهادم بهتون اینه که اگه هنوز شروع مسیرین و هارمونی رو تشخیص نمیدین، که چه رنگی با چه رنگی کنتراست داره رو نمیتونید هنوز متوجه بشین، پیشنهادم بهتون اینه که بیاین از سایت‌های کمک بگیرید که یه ابزاری رو در اختیارتون قرار میده و شما رنگ رو بهش میدین، بهتون میگه که آیا این دوتا با هم کنتراست دارن، این دوتا با هم هارمونی دارن. معرفی این سایت رو داخل یکی از ویدیوهای قبلی براتون قرار دادم. لینکش رو بالا سمت راست همین ویدیو خدمتتون گذاشتم، میتونید کلیک کنید و استفاده کنید. من هر هفته کلی ترفند کاربردی پاورپوینت رو به ساده ترین روش ممکن آموزش میدم. پس اگه میخوای مهارتت رو توی طراحی اسلاید بالا ببری، حتما سابسکرایبم کن. خب حالا موقعیت حروف داخل اسلایدم تنظیم میکنم. خب من میخوام حرف A دقیقاً وسط قرار بگیره، بعد حرف B بیاد روش قرار بگیره و کمی هم دوران داشته باشه به این سمت، بعد حرف C باشه و خب این هم دوران داشته باشه مثلا به این صورت. بعدش حرف K رو قرار بدم اینجا و بعدم حرف G رو قرار بدم. خب حرف G رو میخوام به این صورت قرار بدم. و من موقعیت حروف داخل اسلایدم تنظیم کردم و با کمک این دستگیری که اینجا به صورت حالت فلش تور دورانی هستم اومدم چرخششون رو تنظیم کردم. شما چرخش رو میتونید از اینجا وارد شیپ فرمت و از این روتیتی هم که اینجا هست چرخش رو به صورت خودکار براتون انجام میده و دیگه نیازی نیست دستی عمل کنید. اگر هم من روی مور روتیشن آپشن بزنم اینجا میتونم بگم که چند درجه به چرخه و به صورت دقیق تری چرخشم رو انجام بدم. دقت کنید شما با تغییر جهت، مثلا الان حرف K اینطوری باشه، حرف K
یکم دوران داشته باشه، کلا برعکس باشه، کلا اون افکت بلری که میسازیم متفاوت میشه. و همینطور با تغییر رنگ این حالا حروفی که من گذاشتم و همینطور تغییر ترتیب لایه ها، مثلا اگه من وارد تب هوم بشم، اینجا پنل سلکشن رو باز کنم، الان اولین لایه من که پایین ترین لایه هم هست حرف A هست. اگه من مثلا حرف A رو بیارم بالاترین لایه، میبینید که کلا ترکیب رنگی عوض میشه و بعد خب من دیگه افکت بلر دیگه برای زمینم دارم. پس شما با تغییر جهت، تغییر رنگ، تغییر ترتیب لایه ها و همینطور تغییر تعداد کاراکترها، میتونه مثلا 2 تا باشه، 3 تا باشه، بیشتر از 5 تا باشه. خب پس شما با تغییر جهت، تغییر رنگ، تغییر ترتیب لایه ها، همچنین تغییر تعداد کاراکترهایی که اینجا هست، مثلا من الان اومدم از 5 تا استفاده کردم، شما میتونید بیشترش کنید، کمترش کنید، کلی مدل زمینی بلر رو میتونید به وجود بیارید. خب بریم سراغ قدم سوم. من چجوری حالا این حروفی که اومدم اینجا گذاشتم و چون قاطی پاتی رو هم گذاشتم، چطوری بیام تبدیلش کنم به زمینی بلر برای اسلایدم؟ میام همه این کاراکترها رو به حالت انتخاب در میارم. از دکمه میانبر کنترل و جی روی کیبوردم استفاده میکنم که گروپشون کنم، یا میتونم کلیک راست کنم و از اینجا گروپ رو بزنم. خب الان گروپ شدن. اگه من تکونشون بدم همشون با هم دیگه حرکت میکنن. حالا من میام اینو به صورت عکس ذخیره میکنم برای خودم، روش کلیک راست میکنم و از اینجا سیو از پیکچر رو میزنم. اونجایی که دوست دارم سیو بشه رو انتخاب میکنم، دوست دارم بخواد دسکتاپ باشه، سیو رو میزنم. حالا یه اسلاید جدید ایجاد میکنم. چرا من میام یه اسلاید جدید ایجاد میکنم؟ که اگه خواستیم این ترکیب رو داشته باشیم، فقط رنگش رو تغییر بدیم یا بیاین ترکیب لایه ها رو عوض کنید، مثلا حرف A بیاد رو بعد حرف G بیاد دیگه، چون وقتی اونو تبدیل به عکس کردید نمیتونید تغییراتتون رو روی اون اعمال کنید، نمیتونید رنگاشو تغییر بدید، نمیتونید لایه‌هاشو عوض کنید. پس میام یه اسلاید جدید ایجاد کنم که اگر خواستم بیام ترکیبای متنوع‌تری ایجاد کنم، یه سریاشم روی همین ترکیبی که اینجا گذاشتم اعمال کنم. خب اسلاید جدیدم رو ایجاد میکنم، اون عکسی که سیو کردم رو وارد اسلایدم میکنم. خب دیگه الان زوم این میکنم، اینو اول کراپش میکنم اون بخشش که نیاز دارم باشه. خب یکم بزرگش میکنم. حالا روش کلیک راست میکنم، فرمت پیکچر رو میزنم. از اینجا این فرمت پیکچر که براتون باز شد، این بخش که بخش ایفکتسه، این آرتیستیک ایفکتس رو فعال میکنید، روش کلیک میکنید و بعد این گزینه رو میزنید و بلر رو انتخاب میکنید. مقدار حالا بلر رو محدودن رو الان 10، من میذارمش روی 100. حد اکثر مقداری که من میتونم براش در نظر بگیرم 100 هست، ولی خب میبینید من دوست دارم از این محدودتر بشه. پس مجدد این عکسم رو سیو میکنم. خب حالا این عکس قبلی رو پاس میکنم، عکس جدیدم رو دوباره از طرف اینزرت پیکچر دیسک دیوایس وارد اسلایدر میکنم. خب اینو که وارد کردم، میخوام دوباره بیام افکت بلر رو براش فعال کنم که محوتر بشه. پس دوباره از افکتی که اینجاست، آرتیستیک افکت، میام بلر رو براش فعال میکنم و مقدارش رو مجدد روی 100 میذارم. خب افکت بلر برای من فعال شد. من زوم اوت میکنم، اون بخشی از حالا تصویرم که میخوام زمینم بشه رو انتخاب میکنم با استفاده از تب وابسته پیکچر فرمت. شما یه سری تب اصلی داخل پاورپوینتتون دارین و یه سری هم تب وابسته. تب وابسته یعنی چی؟ یعنی وابسته است به اون المانی که شما انتخابش میکنید. الان من المانم تصویره، پس تب پیکچر فرمت رو اینجا دارم. الان المان من تصویره، پس من تب پیکچر فرمت رو دارم. از تب وابسته پیکچر فرمت کراپ رو انتخاب میکنم و اون بخشی از تصویرم که میخوام داشته باشم رو انتخاب میکنم. این مواردی که میگم کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونید مثلا کراپ رو انجام ندید دیگه، باید امتحان کنید ببینید کدومش سلیقه خودتونه. و حالا میام ریسایزش میکنم، سایزش رو تغییر میدم
مجدد کراپ رو میزنم و اضافیاشو برش میدم. خب الان زمینه‌ای که من بلر کردم آماده است و شما میتونید آیتماتون روش قرار بدید. میشه تصویر باشه، وکتور باشه، متن باشه و خب نمودار باشه، هر چیزی که دلتون خواست. الان من میام متن مورد نظرم رو اینجا قرار میدم. خب بریم حالت اسلاید شو تا نتیجه کارمون رو ببینیم. اگه دوست داری رنگایی که برای این یکی زمینه بلر استفاده کردم و همینطور فونت متنی که اینجا نوشتم رو بهت بگم، برام پایین همین ویدیو کامنت بذار. راستی یه چیز دیگه، اگه از این آموزش خوشت اومده با سابسکرایب کردن کانال ازم حمایت کن تا بتونم ویدیوهای جذابتر و بهتری رو برات بسازم. تا یه ویدیوی دیگه و یه آموزش دیگه، بدرود.